کلینیک دندان پزشکی آمیتا داغان. همانطور که میدانید رعایت بهداشت در اندوستان در تمام زمینه ها پیگرد قانونی دارد، حتی در اصول پزشکی. آمیتا داغان کاملا به این قانون پایبند است و کار خود را با تعویض کردن لنت خودرو یکی میداند. داغان اعتقادی به بی‌حسی ندارد و با جمله هر که داد بزند مادرش خراب است کار خود را شروع می کند. او پس از کشیدن دندان خراب با انبرده است یا دم باریک دندان جدید را به چسب 1-2 آغشته کرده و آن را در محل مورد نظر قرار می دهد. حتی در بعضی از مواقع دیده شده است که او برای محکم کاری از سیم مفتول و بست زیپی استفاده می کند. شما هیچ وقت گول آمیتا داغان را نخورید. دکتر شیدا امرای، متخصص سفیدکاری و کاشیکاری دهان و دندان.